میزبان عبدالعظیم بدخشی یکی از مشهورترین ورزشکاران رشته مبارزات آزاد افغانستان هستیم. یک سوالی که همیشه میپرسیدم، از هوتک هم پرسیدم، از مبارز هم پرسیدم، اما از خود تا هنوز نپرسیدم. جناب بدخشی، ازدواج نکردید شما تا هنوز؟ خب لشکری صاحب یک کمی بالیوودی قصه کنیم، بچهای فیلم هندوستان واری قصه کنیم، گمش که مولویای گروه طالبان واری قصه نکنیم. بیادر صحیح قصه کن. ازدواج نکردیم، قرار است که بزودی بخیر ازدواج بکنیم. یک آدم آمد غیر ما دیگه کلتان زد به نام کنکوف. والله چطور به خدا کلتان از این قطار تو فقط بگید در نوبت استادتان کرده باشه، یک تا زده باشه تان. چطور شد بیادر قرضی رو میگیرید یا من خودم درایم در قفس؟ جناب لشکری صاحب خوبتر از خودتان درایم خوبتر هستم. بچه خیرم. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های کاکتوس با من مختار لشکری. امروز میزبان عبدالعظیم بدخشی یکی از مشهورترین ورزشکاران رشته مبارزات آزاد افغانستان هستیم. در این برنامه از مهمان خواهیم پرسید که چرا در کشور هندوستان به زندان انداخته شد و چرا دیگر به افغانستان باز نگشت. از عبدالعظیم بدخشی خواهیم پرسید که آیا در عکس هایی که خانومی در کنار او سالهای سال است قرار دارد همسر اوست یا اسپانسر رقابت های ورزشی او؟ راستی شما فکر میکنید بهترین ورزشکار تاریخ رقابت های MMA و مبارزات آزاد افغانستان از میان این ورزشکاران هوتک، مبارز، واحد نژند، سمیع فیضی، عظیم بدخشی و دیگرانی که در UFC حتی فایت میکنند کیست؟ بهترین ورزشکار تاریخ افغانستان کیست؟ در این برنامه در جریان مصاحبه من با عبدالعظیم بدخشی شما هم انتخاب کنید و کامنت کنید و پیام بگذارید که چه کسی را میخواهید به عنوان بهترین ورزشکار تاریخ مبارزات افغانستان، مبارزات آزاد افغانستان انتخاب کنید. سلام و وقت بخیر. آقای عبدالعظیم بدخشی، قهرمان رقابت‌های مبارزات آزاد افغانستان، یک نام بسیار زیاد آشنا برای مردمی که در جغرافیای افغانستان با پیروزی‌هایتان جشن گرفتند، با شکستتان ناراحت شدند و در این شب و روزها سخت چشم برای یک دستاورد دیگر در رقابت‌های بین المللی از شما هستند. سلامی دوباره، وقتتان بخیر، فرصت در اختیار شما جناب بدخشی. تشکر جناب لشکری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خود عرض میکنم برای شما از طریق چینل زیبای شما به تمام مردم افغانستان. سلام خود عرض میکنم. باز امیدوار هستم که یک روزی خوب خوش در کنار فامیل خود داشته باشم ان شاء الله. زنده باشید جناب بدخشی. من شما اول خب من میخوام یک ابراز نظر شخصی خودم است. شما یک ورزشکار فوق